یه اتاقک مخفی توی کابین خلبان هست که جون همه ما بهش بنده. لایکو بزن تا قضیه رو برات بگم. با اینکه خلبانا دکمه پرواز خودکار رو خیلی مواقع میزنن، ولی بازم باید پشت سیستم باشن تا یه موقع در صورت مشکل کنترل هواپیما رو دست بگیرن. حالا اگه یه پرواز بالای 10 ساعت باشه، خلبان و کمک خلبان باید طبق مقررات رسمی استراحت کنن. اونم فقط توی این کابین مخصوص. یه کابین کوچیک ولی نرم و راحت برای خلبانا وجود داره که فقط خدمه و خود کاپیتان اجازه ورود بهش رو داره. توش دیوارهاش کاملا عایق بندی شده. یه پرده واسه حریم خصوصی گذاشتن، حتی تلویزیونای کوچیک واسه سرگرم کردن هم وجود داره. در مجموع از بهترین متریال برای این اتاقک استفاده کردن و معمولا تو مدل بوئینگ 777 یا ایرباس A350 توی قسمت بالایی کابین خلبان این اتاقک مخفی ساخته شده. دلیل این کارم حفظ امنیت سفر و سرحال بودن کاپیتان هاست. اما بازم به نظرم پرواز ترس داره. اونایی که مثل من از ارتفاع میترسن لایک کنن. بقیه هم تو کامنت ها بگین بهترین وسیله نقلیه واسه یه سفر چیه.